بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ توانا. السلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و صحتمند باشین و درسایتان هم به خوبی بگذره و خوب هم یاد بگیرین. درس ما بخش اول درس 15 فصل 4 جغرافی صنف 12 است که از ما شما یک سوال پرسیده که چند نوع وسایل حمل و نقل زمینی را میشناسید. در مورد این سوال بین صفحات 59 الی 62 کتاب صحبت کرده و جوابش گفته. پس بریم که ببینیم چند نوع وسایل حمل و نقل وجود داره و ما شما کدامایش را میشناسیم. اما پیش از او از مشکلات و موانعی که در حمل و نقل زمینی در افغانستان وجود داره صحبت کنیم که درس گذشته ما شما بود. گفتیم در عرصه موانع مختلف وجود داره، از جمله ساختمان طبیعی افغانستان و کوهستانی بودنش. چون گفتیم 3/4 حصه کشور ما و شما را کوه‌ها تشکیل داده. از این خاطر ساختمان طبیعی خود افغانستان و کوهستانی بودنش در عرصه حمل و نقل زمینی میتونه یکی از موانع و چالش‌ها و مشکلات باشه که هست. راه حلش هم گفتیم باید راه‌های جدید ساخته شود، تونل‌های جدید باید حفر شود تا بتونیم مسیرهای طولانی را بپیماییم، سمت‌های مختلف با هم وصل کنیم، مثل که سالنگی کار کرده یا مسیر کابل جلال آباد اگر شما دیده باشین کلان کار شده. دومین مانع مشکل و چالش هم اقلیم جداگانه مناطق کوهستانی و صحرایی است که میتونه در حمل و نقل زمینی خودش یک مشکل باشه. مشکل دیگه نبودن وسایل عصری، پرسنل فنی و سرمایه کافی در اختیار حکومت و مردم ما و شماست. در عرصه خصوصی حتی که سرمایه گذاری شود، بالاخره پروژه ها گرفته شود و کار شود، خود کمبود سرمایه و نبود سرمایه کافی، پرسنل فنی و همچنان وسایل عصری در این عرصه در کشور ما همیشه چالش بوده و هست. چون میفهمیم که 3/4 حصه کشور ما شما کوهستانی است که کوه‌ها از سمت شمال شرق به طرف جنوب غرب مثل یک دیوار طبیعی واقع شده و کشور ما شما را به 2 حصه شمالی و جنوبی تقسیم کرده که خود از یک مشکل است. چرا مشکل است؟ به خاطر که اکثریت کوتل‌هایی که در این کوه‌ها است حتی 3000 متر ارتفاع داره که بیشتر وقتا در ایام سال اونا پر از برف است. این میتونه مانع و چالش بر عبور و مرور باشه. پس در مورد مشکلات گفتیم، بیم از مشکلات نگوییم، از انواع وسایل حمل و نقل بگیم که بالاخره وطن خود بسازیم، زحمت بکشیم، تلاش کنیم، خود مشکل تبدیل کنیم به یک فرصت، خود مانع و چالش تبدیل کنیم به فرصت و او فرصت مورد استفاده قرار بدیم، تبدیلش کنیم به قدرت. ملت های دنیای کار کردن، ما و شما میتونیم. نیروی جوان انسانی داریم که تقریبا 98.% نیروی جوان و نوجوان اتباع ما و شما تشکیل میده. انواع منابع زیرزمینی داریم، آب و هوای فوق العاده خوب داریم، 4 فصل سال داریم که در اکثریت کشورهای دنیا به این شکل نیست. پس ما شما میتونیم از این چیزای خوب و از این نعمتهای خدا بر ما شما داده استفاده کنیم و بیم یک چالش را تبدیل کنیم به یک فرصت، یک ناکامی را تبدیل کنیم به موفقیت، اهداف بلند انتخاب کنیم، تلاش کنیم، مسیر را بپیماییم، برسیم به اهداف، وطن خدا بسازیم، آینده خدا بسازیم، مردم ما در رفاه و آسایش باید زندگی کنند. ان شاء الله که به این شکل است. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. پس هدف درس ما شما کسب معلومات در مورد انواع وسایل حمل و نقل زمینی است. ببینیم که در افغانستان ما شما مخصوصا در دنیا خاص در افغانستان هم وسایل حمل و نقل زمینی کدام ها است. قسمی که در عنوان کتاب ما شما هم هست، سوال از ما شما پرسیده که چند نوع وسایل حمل و نقل زمینی را میشناسیم. بگین بایسکل، موتر، ریل، گادی، کراچی، کلش از زیاد است، بسیار زیاد است. اصلا اصطلاح ترانسپورت زمینی به وسایل اطلاق میشه که در روی خشک حرکت میکنه، مثل حیوانات باربری، آفرین، اسب، مرکب، شتر، این چیزایی است که بله دیگه حیوانات باربری هستند. و بایسکل، موترسیکل، موتر مثل موتر لاری، بسا، مینی بسا و موترهای تیزرفتار و ریل و انواع مختلف وسایل که امروزه در اختیار بشر هست. پس تمام از اینا میشه
وسایل حمل و نقل و ترانسپورت زمینی که در خشکه حرکت میکنن و قید خشکه یادمان نره. کراچی در خشکه میره، بایسکل در خشکه میره، موتورسایکل در خشکه میره، موتور در خشکه میره، میلی بس در خشکه میره. نگوین که یا خود بحر هم میره، در بحر نمیرن. امروزا تمام زیاد خشکه میره. درست؟ پس میتونه که اینا وسایل حمل و نقل زمینی که در خشکه حرکت میکنن و سبب انتقال انسان ها و اجناس میشه هست. اما با اختراع وسایل فاصله بین مناطق و کشورها هم کوتاه‌تر شده. یعنی فاصله‌ای که قبلا در گذشته کاروانا به هفته‌ها طی می‌کردن، فعلا و همین حاله با استفاده از این وسایل ما شما میتونیم که به چند ساعت بریم این مسیر را بپیماییم و تعداد ساعت‌هایی که در مسیر استفاده میشه تقلیل پیدا کنه. بدون شک به این شکل است. مثلا اگر شما میخواین از کابل برین به هرات توسط موتورهای کلانی که هست در این مسیر بیش از 18 ساعته، شاید بیش از 18 ساعته با توقف هایی که داره و جاده هایی که خراب است، خدا نخواسته اگر کدام مشکل پیدا میشه بیر و بارک می باشه، 18 ساعت تا 21 ساعت کمتر زیادتر میره. اما شما اگر بخواین توسط طیاره برین 1 ساعت و 20 دقیقه شما در هرات میرسید. در میدان هوایی هرات شما را پایین میکنن از طیاره. چرا؟ به خاطر که امروزه با این وسایل عصری تکنولوژیکی و برقی و الکترونیکی دیگه ببینید چقدر امکان بیشتر شده. همچنین با استفاده این وسایل مال تجاره هم که سنگین بودن و قبلا توان انتقال او را ما شما نداشتیم، فعلا با سهولت و با بسیار سادگی میتونیم این اموال انتقال بدیم. به خاطر چی؟ به خاطر که وسایل و امکاناتش دیگه هست. اما بایسیکل مفیدترین وسیله ترانسپورتی است که هر روز میلیون ها انسان از او در جهان استفاده میکنه و بایسیکل مورد استفاده قرار میده و حتی در بسیاری از کشورهای جهان برای ترانسپورت بایسیکل جاده‌های مخصوص هم ساخته شده. بدون شک شما اگر کجا را براتون بگیم، شما اگر از چاره عبدالحق تا پل محمود خان میرین، سرکی که در طرف چپ دریای کابل ساخته شده، شما میبینید که مسیر مطرب هم هست در او دست سرک، مسیری که از شار طرف چاره عبدالحق میه، یک سرک به طول شاید 2 متر به عرض 2 متر به طول تمام مسیر بایسکل رو است که در دنیا امروزه بر خود بایسکل جاده های مخصوص می سازند که جدا از جاده مطرب باشه. برای نخستین بار بایسکل یک عالم انگلیسی به نام کنت دوسواک در سال 1790 میلادی اختراع کرد که دارای دو چرخ و یک چوکات بود، یعنی 2 تایر داشت یک چوکات. گفت این بایسکل است، این آدم میتونه انتقال بده. برین در گوگل سرچ کنین که بایسکل چقدر جالب هست. بسیاری از بایسکل هاست که تایرش دایره‌ای نبوده، تایرش مثلا 5 ضلعی وری بوده و بسیار مشکل و حرکت میکرده. ساختن، تجربه کردن و دیدن که بالاخره این بایسکل به این شکل که باشه حرکت میکنه. و فعلا هم در کشورهای جهان صدها نوع بایسکل ساخته میشه که نه تنها وسیله ترانسپورتی است بلکه از نگاه سپورتی هم کاملا مفید است. بدون شک ما شما بازی های دوچرخه سواری داریم که در دنیا بسیار معروف هم است و روزمره استفاده میشه و مواد سوخت هم در این نوع وسیله نقلیه استفاده نمیشه و محیط زیست هم آلوده نمیسازه. دیگه یک زنجیر داره و پایدل داره، شما پایدل میزنین حتی برق تولید میکنین، دینامو داره، شو میبینین پیشرویتون چی میشه؟ چالان میشه. چیز نمیسوزانیم، هوا رو آلوده نمیسازه، در حمل و نقل از استفاده میکنیم. خودش یک ورزش است، بهترین وسیله است. چقدر خوب است که هم ما داشته باشیم هم ما یاد داشته باشیم. و حد اعظم ترانسپورت زمینی مردم چین بایسکل تشکیل میده، مخصوصا در شهرهایش. این اکثریت مردم چین بایسکل داره. بایسکل هم به کشور ما قبل از موتر در زمان امیر حبیب الله خان وارد شده بود و فعلا هم هزاران نفر در کشور ما از او استفاده میکنه. امیال من در مورد بایسکل گفتم، میرم شاید بایسکل های خودتون در نظرتون بگی اینی بایسکل ما هم است ولی راست میگه. من میرم شهر، میرم بیرون، پشت سودا دودم نمیکنم، برقم تولید میکنم، ورزش ما هم هست. چقدر خوب است. دقیقاً. اما با وسیله دیگه‌ای که توسط ماشین کوچک مصرف نفت فعالیت میکنه به نام موتورسایکل یاد میشه که موتورسایکل ما شما داریم. نسبت کم مصرف بودن نفت هم در این وسیله بیشتر مورد استفاده قرار میگیره و استفاده از آن در کشور ما بعد از بایسکل قرار داره. اکثریت بایسکل داره
و بسیاری کسا موتورسیکل هم دارن. اول بایسکل زیاد داریم، باز بعد از اون موتورسیکل و موتر هم بعدن نام خدا دی آخرا موتر زیاد شده. و در نیمه دوم قرن 18 میلادی با کشف ماشین بخار که وسیله نقلیه ساخته به حرکت مندازه، با واسطه بخار حرکت میکنه، که اولین نوع موتر ابتدایی هم توسط همی بخار به حرکت آمد. و در انگلستان هم بسیاری از وسایل نقلیه ساخته شد، اما به سبب مصرف زغال سنگ زیاد دود تولید میکرد و نسبت نواقص تکنیکی زیادتر تصادم هم میکرد، البته دلایل. اما در نیمه دوم قرن 19 میلادی موتر اختراع شد که به واسطه نفت حرکت میکنه. موترهایی که ما شما میبینیم اکثرا نفتی هست و گازی هم هست. در کشور ما زمانی که مستردین سکرتر وزارت خارجه هند بریتانوی در ماه دسامبر 1904 میلادی به کابل سفر کرد و آمد، در پهلوی دیگر تحایف یک اراده موتر هم به امیر حبیب الله خان تحفه داد که 700 پوند استرلینگ ارزش داشت. اولین موتر یادم مستردین که سکرتر وزارت خارجه هند بریتانوی بود به کابل آمد، دیگر تحایف هم آورده بود. یکی از تحایفش موتر بود که به حبیب الله خان داد و 700 پوند استرلینگی موتر میگن که در او زمان ارزش داشت، که در او موتر عوض تیل چوب میسوخت و ماشینش به حرکت میآورد. موتر چوبی بوده. حالا ما میگیم تیل مندازیم، پترول، دیزل، گاز، وقت چی منداختن؟ چوب منداختن، در میگرفت حرکت میکرد. جالب بوده. و فعلا هم در کشور ما انواع مختلف موترها وارد شده که میتونیم بگیم موترهای باربری مثل لاری، تانکرهای تیل و گاز طبیعی، سرویس های خرد و بزرگ، تیز رفتار که از عصری ترین کمپانی های جهان هم می باشه. مثلا میگیم لامبورگینی، شورلیت، تویوتا، از زیاد است. در پلوی اونا خط آهن و ریل هم قدیمی ترین وسیله نقلیه است که به وسیله ماشین بخار به کار انداخته شده و خطوط آهن هم برش تمدید شده و امروز در جهان بزرگترین وسیله حمل و نقل زمینی هم به شمار میره. بدون شک شما در اکثریت کشورهای جهان که میرین خطوط ریل و مترو وجود داره. در سال 1305 هجری شمسی در زمان حکومت شاه امان الله خان موقعی که ساختن شهر اصری دارالمان آغاز میشه، برای انتقال افراد و مواد تعمیراتی یک ریل کوچک هم با خط آهنش وارد میشه که از زیارت شاهد و شمشیره تا قصر دارالامان ساخته میشه و تمدید میشه. این خط ریل یک انجن یا ماشین بخار و چند واگن داشت و همه روزه در این خط اموال و مردم انتقال میداد که هنوزم بقایایش در موزیم کابل است. این خط 7 الی 8 کیلومتر طول داشت. تا سال 1307 هجری شمسی فعال بود. بعد از سقوط شاه امان الله خان حکومت وقت چندان علاقه به اعمار خطوط آهن متاسفانه نشان نداد. اما قابل یادآوری است که در کشور ما تمام تصدیهای ترانسپورتی به استثنای میلی بس منحل شده که در حمل و نقل که ازش خوب استفاده میکردیم. متاسفانه بسای برقی هم بر علاوه کم مصرف بودنشان که کم مصرف هم هست، محیط زیست هم آلوده نمیسازه که بسیار زود خوب است. بله دیگه امروزه در دنیا وسایل حمل و نقل میسازن که برقی باشه، خودش از انرژی آفتاب سولاری است، انرژی بگیره دوباره موضوع بتونیم استفاده کنیم که هیچ دود تولید نکنه، محیط زیست آلوده نسازه که هست. پس این هم از انواع وسایل حمل و نقل زمینی بود که براتان گفتم. انشالله که فهمیده باشید. نوشته کنین کار خانگی. سال اول انواع وسایل حمل و نقل زمینی کدام هاست؟ نام ببرید. سوال دوم، مفید و مؤثرترین وسیله حمل و نقل در کشور ما چیست؟ نگوین گادی، چیز دیگه ما گفته بودم. خب نگوین کراچی، یک چیز دیگه بود. زیاد هم داریم، کل ما داریم و اکثریت ما یاد هم داریم. مکتا یاد گرفتم، چندین بار دست و پای ما خون ساختم تا که یاد گرفتم. شما حتما این روزا رو دیدین دیگه. سال سوم، خط ریل در زمان کی در افغانستان احداث شد؟ میگیم که خط ریل برای اولین بار در زمان کی احداث شد؟ گفتیم از کجا تا کجا بود، حتی کیلومترش هم براتون گفتم. پس هم 3 سوال کار خانگی. درس ما تمام شد. انشالله که فهمیده باشین. تا که بازم در درس آینده هم دیگر رو میبینیم. متوجه خود حتما باشین. خداوند حافظ و نگهدارتان. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.